یکی از چیزهایی که خیلی گیتاریست‌ها رو در شروع یادگیری اذیت میکنه آکوردهای باره داره. بریم با هم 2 تا تمرین خوب رو برای حل این مشکل کار کنیم. تمرین اول گرفتن فرم آکورد فا روی دست است. فا رو میگیریم، میزنیم. اگه صدا خیلی خوب نبود ایرادی نداره. انگشت آزاد میشه بدون اینکه فرم انگشت رو تغییر کنه یه باره میایم جلو. بعد دوباره انگشت آزاد بدون تغییر فرم یه باره جلو. این حرکت رو تا باره 7 میایم و بعد بر میگردیم. نوع دوم برای تقویت انگشت باره یا انگشت 1 به این شکل که انگشت 1 تمام باره 5 رو میگیره، دست راست ما 1 ضرب آ 1 ضرب ام انگشت گذاری رو تمرین میکنیم. میشه 1 2 3 4. یه سیم میایم بالاتر. 1 2 3 4. یه سیم بالاتر. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. میتونین همین تمرین رو برگردین. اگه تو این 2 تا تمرین نتونستین صدا رو خیلی خوب و واضح در بیارین ایرادی نداره. با تمرین زیاد و در طول زمان درست میشه. ممنون میشم که این پست رو لایک و مشکلاتتون در نوازندگی رو برام کامنت کنین. خیلی متشکرم.